ما سکا داریم، همونشون تیزخود و سکای اروپایی. بخاطر اون کلاهشونه، لباساشون جالبه، چندلایه، چترشون تا اینجاست چند کشیدن. سپری از ترکیه بید نیزه به یک اسب مزین رو میارن. این اسبا رو بچه‌ها دقت بکنید، هیچ کدومشون مثل هم نیستن. هر کدومش یه نژاد مخصوصی دارن. مزین هستن، تزییناتشون هم فرق میکنن. حالا الان میان تو پایین توی قسمت هند. این کتیبه بچه‌ها به زبان فارسی باستانه. خشایار میگه من این ایوان اضافه کردم به پلیکان کجا، به تالار اصلی که آبادانم. قرینش هم اون طرف به دو زبان ایلامی و بابلی داریم. یعنی اینجا فارسی باستان کاملشه، همون که گفتم به همش همونه. فقط میگه این قسمت رو من به کاخ آپادان اضافه کردم، وگرنه محتوا همش این. آره اینا هندی‌ها هستن، بهش میگن تو هندوش، فارسی باستان. الان بهت میگم اونا قاطره. نمی‌کنی بچه‌ها؟ این نماینده اصلی پوششش فرق